توجیهشون اومده کنید دوام که ملاقات و مصاحبه‌های امروزه در فضای همدیگر فهمی برگزار طبق نقشه تشکیل و گذرانده نشست مطبوعاتی در وزارت ویدیوها و ساختارهای دولتی باید به جنبه کامل سال 2023 که از جانب راهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تصدیق کرده است. امروز نشست مطبوعاتی در بانک ملی تاجیکستان برگزار می‌گردد. نشست امروز در دایره رگلامنتی پیش‌بینی شده در دایره 1 ساعت کار دارد. در نشست امروزه من سالیزاده شده رئیس بانک ملی تاجیکستان معاون یکم معاون رئیس اینچنین راهبران دیگر واحدهای ساختاری در خدمت بانک ملی تاجیکستان حضور دارند. مختصر باید به پیشبینی سیاست قرضی و فعالیت نظام بانکی در سال 2023 قید کردن ضرور است که در نظر ظرف‌هایی که به شما پیشنهاد کرده شده بود معلومات مفصل‌تر پیشنهاد شده است و امیدوارم که اون معلومات مثلا به بعضی سوال‌های که جای دارم برای جواب‌های تقاضا گرفته شدند. تشکر زیاد برای توجه کنید. با خرید و فروش سبیکه‌های طلا است. میگفتید که در سال 2023 چقدر سبیکه‌های طلا که بیشتر سال تبلیغشان بود فروخته شدند و مبلغ عمومی از فروش سبیکه‌ها چقدر است اگر سری موری نباشد؟ تشکر. سبیکه‌ها سبیکه‌های برای آمدن فروش سبیکه‌های طلایی این یکی از راه‌های دیورسیفیکاسیون نگاهداری ذخیره برای اهالی بود و از جانب بانک ملی تاجیکستان فروشی سبیکه‌های 5 گرمه، 10 گرمه، 20 گرمه، 50 گرمه و 100 گرمه برای آماده شده است و ما کوشش کردیم در این روند اول سبیکه‌ها با فروش برآورده می‌شدند از جانب بانک ملی تاجیکستان برای دسترسی بیشتر اهالی قدم برده شد از جانب شعبه‌های منتخبی بانک ملی تاجیکستان برخی داده شدند برای این روند یکچند بانک‌های تجارتی و در مجموع در سال 2023 اگر که در مجموع گیریم با مبلغ 87.8 میلیون سومی سبیکه‌ها با فروش برآورده شدند و برای خریداری نمودن سبیکه‌ها برای دلخواه شخص به یکم مشکلی دلخواه شخص میتواند اومده حرکت رو نمایندگی گشتاری افراد مهندس هست برای خریداری اگر چی قدر مردم خریدن و کدام مبلغ با فروش برآورده شما گفته چقدر خریداری شدن در سال 2023 یعنی از خرید معلومات وابسته قطعا با سال 2023 قید میکنم که 87.8 میلیون سومونی در خریداری کرده شده است در سال 2023 بانک ملی تاجیکستان و تجارت‌های تحریم مالیوی باید به اجرای حالت‌های توابع با استفاده از وسایل الکترونیک پرداختی چه راهنمایی کرده است؟ سوالی و خوب شد قید کردن ضرور با مروری پیشروی در ساحه تکنولوژی اطلاعاتی فعال گشتن حالت‌های کلابی در نظر دیده می شود و بانک ملی تاجیکستان همچون مقام نظارتی تشکیلات‌های قرضی در دایره وکالت‌های خود برای از بین بردن چنین حالت‌ها چاره‌اندیشی نموده ایستاده است. سراوات قید کردن ضرور است که این برای راه ندادن به این حالت‌ها باید که از جانب خود مشتریان مشخص
مشخصاتی که در مشخصات بانکی خود رو به هر کس ندید. این یک مسئله که هست باید به این وقت اهمیت جدی داده شود، چونکه همه مشخصاتی که هست با بانک و مشتری تعلق دارند. طرف سیوم و هنگام گرفتن پول مثلا پین کد هست برای کد آن رو باید برای شخصی دیگر می‌دهید یا که تلفن می‌شود رقم یا که همون رمزی همه موبیلی رو بپرسن. این باید که از جانب مشتریان برای شخصان دیگر داده نشود. در نوبت خود از جانب تشکیلات قرضی باشد تمامی شوراها وابسته و راه ندادن به چنین موردها اندیشیده شده ایستاده است. از جمله هنگامی مسئله مشخص کنی و راه نموده شده ایستاده است. مشخص کنی به‌واسطه بعضی حالت‌هایی هست که باید که خود همون مشتری به بانک رفتن مشخص کند یا که رسم باید نسخه شهادتنامه رو باید در مشخص کنی رو برای بماند. این یکی از حالت‌ها. اینچنین هنگامی راه ندادن و نامبر تلفن SMS پیامک می‌آید تا اینکه انیق کرده شود که صاحب همین همیان یا که صاحب همین کار انیق همون رمزهایی که به SMS همچون پیشنهاد کرده میشوند باید که به همیان ایجاد کرده شوند تا اینکه به خواهی راه داده نشود. Господин председатель, позвольте сначала вас поздравить с назначением новой должности. Почти месяц уже возглавляете регулятор. И теперь вопрос. Меня интересует объем золотовалютных резервов. Они увеличились или уменьшились по сравнению с 2022 годом. И сколько в этих резервах металла, то есть золота, платины? رئیس بانک ملی تاجیکستان تعیین شده و 6 میلیون برنامه‌ای که از جانب رهبر دولت با ما کرده شده سزاوار باشه. وابسته به مسئله ذخیره‌های طلایی قید کردن ضرور است. در مجموع بین‌المللی ما در از دایره همون تعهداتی که برای دولت‌های رو به انتشار پیش بینی شده‌اند، یعنی که از 5 ماهی وارداتی زیاد می‌باشند. در ترکیب ذخیره بین‌المللی اسعار داریم، ذخیره‌های طلایی داریم و دیگر نمودی حقی بسیار داریم و قید کردن ضرور است که سواد درباره ذخیره‌های طلایی بود. در مجموع 8% همین ذخیره‌های بین‌المللی رو طلا در بر Есть уже в Таджикистане банки или партнеры банков России, которые могут проводить идентификацию личности для открытия счета в России. Такое постановление правительства Российской Федерации в октябре прошлого года такое. И вот в число стран, где можно пройти идентификацию, вошел в том числе Таджикистан. Спасибо. Россия, شركة محمد بدون Россия از شریکان اساسی همکاری تاجیکستان میباشد. در اینجا بانک‌ها با بانک‌های روسیه همکاری دارند و این حال روند مشخص کنی کلیент‌های یا که مشتریان برای مانده نشده است در نظام بانکی و کاربری نمی‌کنید چی مسئله هست و راه حل ما چی است. همکاسانی از این طرف با ما از جانب بانک‌های ما این کار مشخص کنی تنها برای مشتریان جانب داخلی برای مانده شده است، چون که در واقع بعضی مسائل تکنیکی هم هست. تکنیکی است، خصوصی است. بانک‌های بانک ملی در مورد نظام بانک اسلامی دانستند شد البته
بانک همیشه از حالت نظام بانک اسلامی نگرانی میکردن و باید تا کجا نظام بانک اسلامی در تاجیکستان شرح گرفته است. دوره اسلامی همه روشن میدونیم که چند سال است در نظام ما فعالیت دارم و اینها در این نظام یک بانک اسلامی و دورازنه بانک اسلامی فعالیت کرده ایستادن و احوالی خدمت رسانی خود رو رسانیده ایستادن. اگر به رقم‌ها نگریم دارایی‌های بانک‌های اسلامی قریب 300 میلیون سامانی را در بر میگیرند که زیادشوی 25% دارند. صندوق قرضی یا که صندوق مبلغ‌گذاری بانک‌های اسلامی نیست قریب زیاده از 50% زیادشوی دارد و قید کردن ضرور است که ما به نزدیکی یک تغییر گیرو و کودکسی انداز شد و این یک زمینه پیدا کرد برای باز هم وسعت دادن روند مبلغ‌گذاری‌های اسلامی که این حالت از جانب بانک‌های اسلامی پیام‌آور گرفته شده ایستاده است و فعالیت خود را در نظام نوبسته از آنه که حصه آنها این حال کم می‌باشد و هر حال زیادشوی در این سمت دیده می‌شود و یک نظام رسیدن یک وقت معین رو طلب می‌کند چون که حصه آنها کم شود از طرفی اگر از طرفی بانک‌ها پیشنهاد خدمت رسانی باشد باید که از طرفی مشتریان طلبات و چنین خدمت رسانی رو در حالتی بودن می‌توان و یک حصه‌شان در نظام بلند شد. در فردا تشکر برای همه شما برای همکاری‌ها و امیدوارم که یک جای ما رو فعالیت می‌کنیم تا اینکه یک نظامی بانکی با نظامی وابسته‌های اخبار ما یک همکاری درست برای نشد.